قد ايه صار لك مو ماكل؟ والله ما بعرف. ما بيضحك علي. يوم لا يوم ايه صحن خبيز صغير بيضحك علي. بدانیم که بدانیم نصرت و فتح و ظفر و پیروزی از آن مسلمانان است، از آن مسلمانان جهان اسلام است. ولیکن العزت لله وللرسول وللمؤمنین، عزت از آن خدا و عزت از آن رسول مسلمانان است. مسلمانانی که مظلوم قرار گرفته بودند، مسلمانانی که بی کس در روی زمین قرار گرفته بودند، حالا فتح و پیروزی و ظفر نصیب از اونها پی هم میشه. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه یک حدیث را از سردار دو عالم صلی الله علیه و سلم روایت میکنن. جناب سردار دو عالم صلی الله علیه و سلم میفرمایند رأس الامر الاسلام، رأس امر، اصل تمام خوبی ها، تمام دین اسلام می باشه. و عموده الصلاة، و ستون اسلام هم نماز می باشه. یعنی نماز زمانی که برپا شد، نماز برپا شد، اسلام برپا میشه. و بعدا و ذروة صنامه الجهاد، بلندترین قله اسلام، یعنی کوهان مطلب بلندی قله را میگه. بلندی قله اسلام هم بدانین که جهاد است، بدانین که جهاد است. یعنی این بلندی قله، زمانی که بلندی قله اسلام جهاد است، یعنی اسلام ما، نگهداری سرزمین های اسلامی، نگهداری مسلمانان، نگهداری عزت، نگهداری ناموس، نگهداری قرآن، نگهداری تمام سرزمین های اسلامی وابسته بر جهاد و مبارزه و حرب و قتال هست. یعنی در سرزمین های اسلامی که اگر بخوایم که اسلام پا بر جا باشه، اگر بخوایم که در روی زمین خدا قانون خدا نافذ شود، راهی از این، راه چاره از این جهاد فی سبیل الله است. یعنی ذروة الصنام الجهاد، بلندترین قله اسلام جهاد است. تو هم پیمانانش از فرزندان مجاهد افغان برداشت کرده بود، 100 سال دیگر او داغ از دل ناتو بیرون نمیشه. بدانیم او دردی که برداشت کرده بود، حالا تا به حال توته های گوشت فرزندان بوزینیشان از افغانستان جمع نشده. درست است افغانستان در حال هرچی که میگن سوریه را چه قسم معامله کردن، ای دشمنان اسلام سوریه را چه قسم معامله کردن.